عزیزی من، تو بالت کشا به سوی خدا پرواز کن. سحر خیل نماز بامداد تخوان، از قفای کار چو تا وقتی پیشین با کار کن، کسب حلال کن. نماز پیشین شد با بیا طهارت کن، مسجد نماز تخوان، با تا نماز عصر کار کن. وظیفه تو این است. وظیفه تو رنگ حیوان باری از صبح تا شام کار کردن نیست، خسته شده خواه رفتن. اگر مقصد این می بود خدا انسان نمی آفرید. خداوند انسان به خاطر خداشناسی آفریده است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا میگه من شما را برای خاطری که من شناسه، من عبادت کنه آفریدم. این دنیا رو ببینی عزیزان من، جوانش درست از پیری داره، شادیش از قفاش غم داره، خرسندیش ماتم داره، بایگریش کم بغلی داره، تن صحتش بیماری داره، حیاتش مرگ. دیدیش داده هر روزی نه؟ اما خدا برای شما بستان سرای جنت آماده کرده است. وقتی که ایمانی به خدا داره، وقتی که ایمانی به پیغمبرای الهی داره، وقتی که ایمانی به کتابهای آسمانی داره، وقتی که ایمانی به تقدیر داره، وقتی که ایمانی به زنده شدن روز قیامت داره، موافق به ایمان تا 5 وقت نماز تا نخانه، هر سال رمضان مبارک روزش گیره، از حرام های خدا خودتان نگه داره، مثل عرق دوشی و زناگاری، دزدی، خائنی. خدا شما رو بعد از این عالم که رفتیم در بستان سرای جنتش جا میکنه. جنتی که دیگر جوانش پیری نداره، دیگه شادیش غم نداره، دیگه خرسندیش ماتم نداره، دیگر بایگریش کم بغلی نداره. کمترین اهل بیش 1000 سالی نرا مسافت پادشاهی داره. رسول اکرم گفتن این ادنا اهل الجنت منزلتا لمن ينظر فی ملکه مسیرت 1000 سنة یرا اقصاها کما یرا ادناها. ببینه به همین زندگی که الان شما داره میگم زندگی است. از صبح تا شام خسته میشه، کار میکنه، میره بالای کردان و بالای کراواتی سخت خواه. این زندگی است؟ نه، این زندگی نیست. این مشقت است، این رنج است. در این دنیای پر رنج و مشقت حیات ابدی تان آباد کنه، جنت آباد کنه. جنتی که دیگه جوانیش پیری نداره، دیگه شادیش غم نداره، دیگه خرسندیش ماتم نداره، دیگه حیاتش مرگ نداره. عزیزان من خوب دانینه، حضرت مولوی ما و شما رو نصیحت میکنه، اگر تو قدر عمر خود بدانی، ببینی انسان عمرش خیلی قیمت است، او بهترین ثروت و بایگری است. ما باید این عمر در غفلت، در دوری از خدا صرفش نکنیم، کاری کنیم که به این عمر هم دنیا ما آباد کنیم، هم آخرت ما آباد کنیم، هم کار دنیا کنه، هم عبادت خدا کنه، هم خانه های خوشرو کنه، هم آخرت برای خود در جنت قصر کنه. اگر تو قدر عمر خود بدانی، نمی سازی بدینسان زندگانی. تو غفلت قطع عمرت نمی گذرانی، به خواب نمی گذرانی، به اوباشی و به بیهودگی نمی گذرانی. تو عمر خیشون همیانی زردان، دمی که می رود هر یک گوهردان. عمر انسان مثل یک پشکی دلار است. هر روز یک که برآوردن گرفتی، روز میبینی تمام میشد. هر روز عمر من و شما که میگذرد یک قشتی از خانه عمر من کم میشود، روز میبینی تمام شد و خبر جنازه آمد. هر روز خبر جنازه شنیدیش داده زنی من؟ جوانار هم مردش بردیش دادیان، میان سالار هم جنازش بردیش دادیان، پیرارم. و وقتی تمام شد دیگر مهلتی نیست. تو عمری خیلی چون همیان زردان، دمی که می رود هر یک گوهردان. نمی آید محل گشته دوباره، ازنی 100 بار سر بر سنگی خاره. جوانی دیگه گشته نمی بیاد. من مفتی حضرت کنی از سر جوان شوند. شنیدم 70 مبارک در قدم موندیان، خداوند سلامتشان دارد و از این فرصت استفاده بردیشان مفتی انوره به خاطر 70 سالگیشان تبریک میگویم. خداوند باد
چند سال خوبی دیگر براشان نصیب کنه که خدمت مسلمان ها و نصیحت شما رو کنن. گشته جوان نمی شوند، از 9 با 20 ساله شوند کنی نه. شما هم عزیزان من هر روز عمرتان که رفت دیگه گشته نمی بیاد. 50 ساله از 9 20 ساله نمی شوند. این عمر غنیمت دانست، توشی راه کرد. تو عمر خیشون همیان زردان، دمی کی می رود هر یک گهردان. نمی آید محل گشته دوباره، نمی آید محل گشته دوباره. زنی 100 بار سر بر سنگ خاره. بزاید مادری ایام یک بار، بزاید مادری ایام یک بار. بمردی مردکش ها میکنن غار. زندگی غنیمت است. همون لحظه که جان از بدن برم، چی جوان و چی پیر، دیگه برای هیچ کس در کار نمیشیم. بنابر بچه های خوشرو رسول اکرم گفتند انا حبیب الله و الشاب الطیب و حبیب الله. من دوست خدا هم، جوان پاکیزه هم دوست خدا های. جوانی که هم کار دنیا میکنه هم 5 وقت نمازش میخوانه. جوانی که از نعمتهای حلال دنیا استفاده میبره، از حرامهاش خوش نگه میداره. این جوانم دوست خدا های. خوشا به حالتان عزیزان من. خداوند همت سلامت داره. با این مسجد، با این زیبایی، کسانی که ساختیان، ایشان مفتیان مولانا خانم، ایشان داملا عبدالملیک هم خداوند سلامتشان داره. و هر کسی که در ساختمان این مسجد و در بنای این مسجد حصه گذاشته است، خواه پول داده است و خواه زحمت کشیده کار کرده است و خواه مشورت داده است و خواه حجتاش تیار کرده است، انشاءالله این پاداشش در پیشگاه خدا هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند من بنا لله مسجدا ولو کمفحص قطاد بنا الله له بیتا فی الجنه. کسی برای خدا مسجد کنه، اگرچه مسجد خوردم باشه، اگرچه مسجد ناکرایی هم باشه، حالا مسجد شما خیلی هم زیباست. ببین قندیلای خوشرو، ببین رنگ و باری زیبایی که می داخلش گلیمای زیبای ملایمی که داخلش میدرای، خیال میکن در جنت هستیم. برای خدا مسجد کنه، خداوند برای او در جنت قصر زیبای بنا میکنه. شما این دنیا رو برای خدا خانه کرده، به قدر همتان، از غشت و از سمنت و از ریگ و از قوم، خدا هم به قدر همتش برای شما جنت خانه میکنه. البته همت خداوند معلوم است. شما در اینجا از غشت پخته خانه خدا را تعمیر کرده، خدا در جنت قصرها میسازه برای شما که دیواراش غشتش از طلاست و از نقره است. همون سلیکتای طلایی که امروز حکومت دارا با آن افتخار دارند در بانکهاشان نشان میدهند، اونا در پیشگاه پروردگار آنچنان به قدر است که مثل غشت پخته در جای ماست. قصرهای بهشت خدا از همون سلیکت ها ساختگی است. داخل او چی آرایش دادگی است، با چی نوع میتل ها زینت دادگی است، اونجا پروردگار با کی رفتیم بم ببینیم. بنابر حدیث قدسی ده پروردگار می فرماید اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. برای بندگان مؤمن و صالحم چیزهای از اسبابهای راحت، از نوشابه ها و خوراکی ها، از لباس ها، از اسبابهای زیور، از خانه ها و از خانم های خوشرو آماده کردیم که نه چشم کسی در دنیا مثل اونها را دید است و نه در خیال کسی گذشته است. بنابر مسجد کردن معناش خدا را دوست داشتن است. مسجد کردن معناش ایمان به خدا داشتن است. زیرا خداوند در قرآن عظیم شان می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. صدق الله العظیم. مسجد در روی زمین کسانی می سازند.
خانه خدا را در روی زمین کسانی آباد میکنند که اونها ایمانی به خدا دارند، باوری به جنت و دوزخ دارند، 5 وقت نمازشان میخوانند. بنابر خدا ببینه بعد از مسجد ساختن ما و شما را امری به نماز کرد. بنابر بچه های خوشرو وقتی که در بازار کار میکنه، وقتی نماز شد زود طهارت کنه به مسجد، از قفای داملان نمازتان خانه، زیرا یک نماز با جماعت 25 برابر 27 برابر زائد ثواب داره از نماز تنها میخواندگیتان. کوشش کنه این از دست ندید. معنای ثواب پول است که فقط در بهشت استفاده میبریم. هر دولت به خود پول دارد، خداوندم در جنت پول دارد. این دنیا رو مثلا روسیه رو پولش روبل است و امریکا رو دلار است و اروپا رو یوروست، فقط جنت پولش ثواب نام داره، ثواب من عند الله. شما هر نمازی که با جماعت خانه به حساب بانکیتان به نام هر کدام مسلمان ها خداوند شاد کشادگی در بهشت بانکی خودش ده، هر نماز ده 27 ثواب رفته میستد. شما در یک روز 5 نماز با جماعت خانه 135 ثواب، یعنی $135 به حساب پول گمگر به نام شما رفته میستد. وقتی که پگه از این عالم که رفتیم خواهی نخواهی میریم، هیچ کس در این دنیا جاوید نمیموند عزیزان من. پادشاه ها هم میمورند، گداها هم میمورند، پهلوان ها هم میمورند، ناتوان ها هم شربت مرگ میچشند، ملا و ایشان ها هم، جوان و پیرا هم، مرد و زن هم، هیچ کس از مرگ رهایی ندارد. وقتی که رفتیم پیشگاه خدا، وقت به ایمان که باشی از این پول فرستادگی پگه براحت میکنی. اما اگر رفت و مسجد نآمدی نماز در خانت خواندی 1 ثواب میگیری. حالا رسول اکرم لا یدفع عنها الا منافق معلوم النفاق، از مسجد کسی عقیب میموند که او منافق است گفتند. این خیلی وعید سخته بچه های خوشرو. معنای منافق کافر. نه از مسجد کسی میگریزد، از مسجد کسی دور میشود که وای به ایمان به خدا ندارد، وای باوری به جنت و دوزخ ندارد، بنابر مسجد نمیبیاد. کسی که مسلمان است و ایمان به خدا داره وای مسجد دوست میداره، وای مسجد میبیاد لحظه با خدا مناجات میکنه، با خدا راز میگوید، با خدا صحبت میکنه، دعا میکنه خدایا رزق منو فراخ کن، خدایا عمر منو دراز کن، خدایا فرزندای من اهل توفیق کن، خدایا من از آفتان نگه دار. شما دعا کنه خدا رزقاتانو فراخ میکنه، شما دعا کنه خداوند حاجتاتان میبره. از داری من بنابر کار کنه که مسجد از نمازخوان پر باشد، کار کنه وقتی نماز شد کاراتان نمونه دویده بیاید نمازتان خود باره بکار. والله شما نمازاتان